سلام، من وحید بهرامیان هستم، مدیر عامل مجموعه ژاکت و این افتخار رو دارم که در دوره بازاریابی دیجیتال این آموزش رو در کنار شما باشم. خب من آموزش رو به بخش‌های مختلف برای شما تقسیم کردم. منتها سنگ بنای این بخش‌های مختلف یک تعریف مشخص و چارچوبمند راجع به تعریف خود بازاریابیه. اصلا اینکه بازاریابی چیه، بازاریابی دیجیتال چیه، چه تفاوتایی با بازاریابی سنتی داره و بعد وارد بحث‌های اصلی بشیم. پس توی این جلسه تمرکز ما بر بحث تعاریفه. اگر که وارد حوزه یادگیری بازاریابی دیجیتال بشین، اسم فیلیپ کاتلر رو زیاد میشنوید. فیلیپ کاتلر رو پدر بازاریابی دنیا میدونن. کتابای زیادی رو منتشر کرده توی این زمینه. نسل 1 تا 5 بازاریابی رو داره که توصیه میکنم اگر زمانش رو دارید حتما وقت بذارید و مطالعه بکنید. یه جمله خیلی خوب داره، میگه بازاریابی شاید بتونید توی یک روز یاد بگیرید، ولی تسلط بر اون یک عمر زمان میبره. من اینو از این حیث میگم که انتظار نداشته باشیم با دیدن یک آموزش شما بتونید یک دیجیتال مارکتر حرفه‌ای بشید و بتونید بهترین تصمیمات رو بگیرید، بهترین استراتژی‌ها رو بچینید. شما مفاهیم و مقدمات رو یاد میگیرید، وارد میشید، تست میکنید و به ازای هر اکشنی که در مارکتینگ انجام میدید نکته جدیدی رو یاد میگیرید و هی دانش شما راجع به این بازاریابی دیجیتال به شما کمک میکنه که بتونید قدم‌های بعدی رو محکم‌تر، قدم‌های بعدی رو حرفه‌ای‌تر بردارید. اینو از این حیث میگم که این مقدمات بسیار مهمن که شما باید بدونید تا وارد دنیای بازاریابی دیجیتال بشید، اما به همین مرحله اکتفا نکنید. خب احتمالاً این فیل رو اگر شما توی این اتاق تاریک عکسش رو ببینید یاد اون داستان مولانا میافتید که میگه پیل در اتاق تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. یه فیلی بردن توی اتاق تاریکی گذاشتن و به یه عده گفتن برید بگید که توی این اتاق چیه. یکی رفت گفت شیپوره، یکی گفت باد بزنه، یکی گفت ستونه. هر کی هر چیزی رو ازش لمس کرد اومد و اون رو خبر داد به بقیه. این اتفاق دقیقاً در دنیای امروز بازاریابی دیجیتال افتاده. یعنی هر کسی هر سنسی داشته اومده اون بازاریابی رو محدود به اون کرده. اگه اون یکی با سوشال شروع کرده، تو سوشال هم نتیجه گرفته، میگه بازاریابی دیجیتال یعنی اینستاگرام، یعنی توییتر، یعنی لینکدین. اون کسی که اومده بازاریابی دیجیتال با ایمیل شروع کرده میگه آقا یعنی اینکه بری ایمیل بزنی، اینقدر بازدهیش هم خوبه، هر چی ایمیل بیشتر، لیست ایمیل بهتر. یکی دیگه میگه فقط روی فروش تمرکز میکنه، میگه نه بازاریابی دیجیتال یعنی لید بگیریم بفروشیم، تلفن بزنیم. ببین من اینو میخوام بهتون بگم، همه اینا هست و هیچ کدوم اینا نیست. جمعی اینها میشه اون بازاریابی دیجیتالی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اما بازاریابی دیجیتال فقط و فقط و فقط هیچ کدوم از این گزینه‌ها نیست که حالا در ادامه وقتی که من بحثم رو کامل بکنم شما ذهنیتتون نسبت به این گفته اول من هم کامل میشه. خب برای اینکه یک تعریف ساده و شفافی رو نسبت به بازاریابی داشته باشیم، من از تعریفی استفاده کردم که انجمن بازاریابی امریکا ارائه داده. بسیار این تعریف ساده است. میگه بازاریابی یعنی مدیریت ارتباطات سودآور با مشتریان. همینطوری که توی این اسلایدم میبینین این 4 حوزه، 4 مبنای اصلی این تعریفن که هر کدوم از این مبانی به ما کمک میکنه که فهم بهتری نسبت به بازاریابی داشته باشیم. خب من میرم سراغ اولین کلمه، مدیریت ارتباطات سودآور با مشتریان. مدیریتش، ببینید شما وقتی میخوان وارد مجموعه ای از اقدامات بشید برای این ارتباطتون با مشتریان نیازمند برنامه هستین. مثل هر اتفاق دیگه ای که شما حتی اگر سفر یک روزه هم بخواید برین، میدونین چه ساعتی بلیط گرفتی، با هواپیما میری، با اتوبوس به مقصد که میرسی، تا هتل چجوری میری، تو هتل کجا هتل گرفتی، کی قراره بری کجا رو ببینی. یک سفر یک روزه ما وقتی که برنامه ریزی داره، قطع به یقین برنامه ریزی بازاریابی از همه چیز برای کسب و کار مهمتر. پس نکته اول توی بحث مدیریت اینه که باید برنامه داشته باشید. این برنامه باید ساماندهی بشه، باید اولویت بندی بشه. چه چیزی در شروع اتفاق بیفته، چه چیزی در طول مسیر اتفاق بیفته، چه اتفاقاتی توی بلوغ کسب و کار میتونه کنار ما باشه. همون اتفاقات وقتی میخوان داخل تیم اجرایی بشن، چه شخص یا اشخاصی قراره اونا رو انجام بدن، تو چه زمانهایی باید انجام بشه. پس این هم میشه اون ساماندهی. شما نیازمند این هستید که اقدامات بازاریابیتون با هم دیگه هماهنگ باشه. به این معنی که
اگر شما یک کمپین مارکتینگ دارید، شاید این واژه ها الان به گوش شما یکم بیگانه به نظر برسه، ولی قطعا شنیدید دیگه، مثلا فلانی کمپین رفته، اینا مثلا تبلیغات فلان رفتن. یه تبلیغاتی، یه کمپینی مجموعه ای از اقداماته، یه هویت بصری داره، یه کپی رایتی داره، یه زمانی مثلا اسمسش میره، یه زمانی لندینگش میاد بالا، یه زمانی ایمیلش میره. پس نیازمنده اینه که این اقدامات در عین حال که برنامه‌ریزی شدن، ساماندهی شدن، هماهنگ با همدیگه هم باشن و هماهنگ با همدیگه اجرا بشن. و موضوع آخر در بحث مدیریت بازاریابی بحث کنترله. یعنی شما باید مجموع اقداماتی را که اجرا میکنید اندازه گیری بکنید و بر اساس اون نتایج بیاین و یک سری پارامترهای اولیتون رو کنترل بکنید. یعنی چی؟ اومدی مثلا به 1000 نفر اسمس زدی، میبینی از این 1000 نفری که اسمس زدی چند نفر ترافیک روی سایتت داشتی. حالا میبینی که خب این اسمس ما انتظار داشتیم حداقل 10% بیان روی سایت، در این نیومدن. پس برمیگردیم و متن پیاممون رو عوض میکنیم، زمان ارسالش رو عوض میکنیم. پس داریم یک فرایندی رو بر خودمون کنترل میکنیم. این 4 پارامتر، یعنی برنامه‌ریزی، ساماندهی، هماهنگی و کنترل، یک سیستم هدفمند رو باید بسازن که بازاریابی در واقع تشکیل شده از یک سیستم هدفمنده. قسمت دوم تعریف بازاریابی ما، من هی تعریف رو تکرار میکنم چون برام مهمه که شما این تو ذهنتون نهادینه بشه. مدیریت ارتباطات سودآور با مشتریان. خب مثل هر ارتباطی، ارتباط با مشتری هم یک مراحلی داره و یک سطوحی را داره. شما وقتی مثلا یک دوستی پیدا میکنید، اولیشون رو توی یک دانشگاهی، توی یک فضای آموزشی اون دوست رو میبینید، باش یه برخورد اولیه دارید که آشنایی اتفاق میفته. بعد شما بررسی میکنید، میبینید که آیا مثلا پارامترهای شخصیتیش، رفتاریش به شما نزدیک هست یا نیست. یه شناختی حاصل میشه. بر اساس اون شناخت شما علاقه‌مند میشی که اون آدم رو بیشتر ببینی، با اون آدم یک رابطه اولیه‌ای رو تشکیل بدی. پس یک رابطه اولیه‌ای بین شما و اون آدم شکل میگیره. بعد از این فیدبک رابطه اتفاق میفته، شما با اون آدم دوبار قرار میذارید، دو جا همدیگه رو میبینید و متوجه میشین که اصلا شاید از همدیگه خوشتون میاد و دوست دارین که این رابطه ادامه پیدا بکنه یا نه. بعد از این یک رابطه دو طرفه میشه. یه وقتایی هم اون به شما میگه که بیا با هم بریم بیرون. و در آخر دو تا رفیق میشین که دیگه نمیشه از هم جداتون کرد. وفادار شدین به این رفاقت و هر جا اون یکی نیاز داشته باشه شما کنارشی، یا مشکل داشته باشه برای حل کردنش شما میری جلو. این رابطه انسانی که من برای شما توضیح دادم دقیقاً توی کسب و کار هم معنی پیدا میکنه. مخاطب هدف شما ابتدا با شما آشنا میشه، شما رو بررسی میکنه و بر اساس اون بررسی تصمیم میگیره که از کالای شما، از خدمت شما، از محتوای شما استفاده بکنه یا نه. با یکی دو محتوای خوب یا یکی دو محصول خوب شما اون مشتری رو جذب برند خودتون میکنید، جذب شرکت و کسب و کار خودتون میکنید. بعد خریدش اگه خوب باشه، رضایتش اگر خوب باشه، محتوایی که خونده اگر رضایت بخش باشه، دوباره توی اون حوزه اگر نیاز داشته باشه برمیگرده محتوای شما یا محصول شما رو بررسی میکنه. یکم که این رابطه میگذره به شما فیدبک میده، کامنت میذاره برای شما، میگه که خوب بود ولی میتونست مثل فلان محصول باشه، میتونست مثل فلان مقاله کامل تر باشه و این رابطه دو طرفه میشه، به شما بازخورد میده. یک جایی شما باش ارتباط میگیری، مثلا توی یه محتوایی که بهش نشون دادی، ایمیلش هم یه گوشه‌ای گرفتی، بهش یه ایمیل میزنی و میگی آقا محتواهای جدید دارم یا محصولات جدید دارم. رابطه دو طرفتون شکل میگیره و آروم آروم اون مشتری به یک مشتری وفادار کسب و کار شما تبدیل میشه. البته این راجع به همه مشتری ها صادق نیست، اما این اون چیزی است که ما در اقدامات بازاریابی براش تلاش میکنیم یک رابطه ای رو ایجاد بکنیم و رابطه قبلیمون با مشتریان و مخاطبین قبلی رو ببریم به سمت وفاداری اون مشتری‌ها، ببریم به سمت اینی که تکرار خرید داشته باشن، بازگشت بیشتر به سایت ما داشته باشن و از محتوای سایت ما بیشتر استفاده بکنن. موضوع بعدی در تعریف بازاریابی دیجیتال بحث مهم مشتریان هستن. مشتری اینقدر بحثش مهمه که یک فصل کامل توی این دوره آموزشی من به بحث مشتری اختصاص دادم. منتها در حد همین اسلاید اگه بخوام بهتون بگم، مشتری‌ها به دو دسته تقسیم میشن، یا بهتره بگم کسب و کارها دو گروه مشتری میتونن داشته باشن.
کسب و کارها یا خودشون بی تو بی یا بی تو سی. بی تو بی یعنی چی؟ یعنی بیزینس تو بیزینسه، کالا یا خدمتی رو داره تولید میکنه که مشتریش بیزینس ها هستن. مثلا شما اد نتورک ها رو در نظر بگین، شرکت های تبلیغاتی، شرکت هایی که تو حوزه تبلیغاتی کار میکنن، مشتری نهاییشون یک کاستوم، یه مصرف کننده حساب نمیشه، یه بیزینس دیگه است که میاد و از محصول این استفاده میکنه. پس میشه بیزینس تو بیزینس. حالا این سایت میتونه بیزینس تو کاستومر باشه، یعنی مشتری شما میتونه مشتری نهایی و مصرف کننده نهایی باشه. مثل چی؟ مثل دیجیکالا. همه کسایی که از دیجیکالا خرید میکنن مصرف کننده نهایی هستند. حالا شاید این سوال برای شما پیش بیاد که خب ما برای شرکتمون هم از دیجیکالا خرید میکنیم. خب دیجیکالا چون برند بزرگ و قدرتمندیه، تو ساید مختلفی کاستومر داره، یعنی هم بی تو بی داره هم بی تو سی داره. ولی مثلا تو مثال اسنپ، تا قبل از اینی که بخواد مثلا پلن سازمانی بیاره یا تخفیف سازمانی بخواد ارائه بده، کاملا بی تو سی بود، مشتری نهایی. حالا شاید شما تو شرکتتون هم اسنپ میگرفتین ولی مصرف کننده نهایی بود. مشتری من بحثش رو تو همین حد میذارم تا بتونیم تو فصل اختصاصی خودش این بحث رو با هم کامل کنیم. پس یه بار دیگه اگه تعریف رو با هم مرور کنیم، مدیریت ارتباطات سودآور با مشتری. خب سودآور بودن این ارتباط خیلی مهمه. ما قرار نیست ارتباط بگیریم که گرفته باشیم. شما همین سنس تو رابطه دوستیتون هم دارید، یعنی با همه دوست نمیشی، با آدمی دوست میشی که اون رابطه یک انتفاعی برای شما داشته باشه. انتفاع یا نفع، همینطور که من اینجا نوشتم گفتیم یا محسوسه یا نامحسوس، قرار نیست شما از رفیقت پول در بیاری. همین که وقتی کنارشی فکرت آرومه، بهت خوش میگذره، این میشه فایده اون رابطه برای شما. شما اگه توی یک رابطه دوستی باشی که هیچ حس مثبتی وجود نداره، وقتی با اون دوستت زمان میگذاری اصلا احساس نمی‌کنی بهت خوش گذشته و اصلا رابطه وارد این فاز میشه، اصلا رابطه عملاً وجود نداره. دقیقاً تو رابطه با مشتری هم همین مهمه. سودآور بودن این ارتباط مهمه. سود توی کسب و کار به دو دسته اصلی تقسیم میشه، یا محسوس یا نامحسوس. سود محسوس مثل چیه؟ شما یک کالایی رو میفروشی و یک حاشیه سودی داری. حالا تو هر کسب و کاری این حاشیه سود متفاوته. اما سود همیشه حاشیه سود نیست، سود همیشه نقدی نیست. یه وقت این سودآوری نامحسوسه، یک فوایدی رو خلق میکنه. مثل چی؟ کاربری میاد توی پروداکت شما یک مقاله آموزشی رو میخونه. شما اگر به سایت‌های بلاگی مثل دیجیاتو و زومیت فکر کنید، اینا در حالت کلی تولید کننده محتوا هستن. درسته که از تبلیغات سود کسب میکنن، اما یک بخشی از ارتباطی که با مشتری و مخاطبشون تشکیل میدن همین رابطه‌ایه که آدم تو اون موضوع، مثلا حوزه فناوری اطلاعات، وقتی نیازمند کسب دانش باشه به وبسایت اون گروه مراجعه میکنه، به وبسایت زومیت مثلا یا دیجیاتو مراجعه میکنه و راجع به محتواش میخونه. چه اتفاقی افتاده؟ این فرد یا این مخاطب لویال اون وبسایت شده. حالا یک برندی ساخته شده. این برند یک قیمتی داره. اینی که میگم سودها همیشه اصطلاحاً میگن تنجبل و این تنجبل، یعنی نامحسوس. گاهن رشد برند یک ارزشی است که به کسب و کار شما میده. یکی از چیزایی که کسب و کار بسیار بزرگ دنیا دارن بحث جذب سرمایه است. چجوری این سرمایه جذب میشه؟ وقتی که برندی ساخته شده باشه، برند ارزش ریالی داشته باشه و آدم‌ها بیان برن، حالا بهتره بگیم ارزش دلاری، حالا چون دیگه خیلی ریالیش مهم نیست، یک ارزشی داشته باشه و کسب و کار رو بیان و روی اون سرمایه گذاری بکنن. همه یک کسب و کار یه بزرگی هم که شما میشناسین تقریبا همینطوری شکل گرفتن، از آمازون گرفته، دیجیکالای خودمون، اسنپ، تپسی و الی آخر. گروهی از سرمایه گذار هستن. رو چی سرمایه گذاری میکنن؟ درسته که سود نقدی براشون مهمه، ولی اونجاست که سودهای نامحسوس شما شمارش میشه. حالا چه ربطی داشت این بحث به موضوع یادگیری دیجیتال مارکتینگ شما؟ اقداماتی که شما در فرایند برنامه‌های بازاریابیتون انجام میدین، یک بخشش منجر به این میشه که کاربری بیاد روی وبسایت شما یا اپلیکیشن شما و یک خرید رو انجام بده یا یه اپلیکیشنی رو نصب بکنه، توی اونجا وارد پروسه بازی بشه. اما یه بخشی از این سود اون اقدام مارکتینگ شما برندی است که داره ساخته میشه. شما وقتی بیلبوردهای دیجیکالا داری مرتب میبینی، بیلبوردهای علی بابا رو داری میبینی، اون تاپ آف د مایند میشه، یعنی اولین برند شما میشه تو ذهنتون برای حوزه گردشگری یا مثلا حوزه خرید دیجیتال. و این برند است که میشه اون ارزشه و این ارزش است که میشه اون سود نامحسوسه. خب
حالا من اگر بخوام بر اساس این چیزایی که گفتم تعریف بازاریابی 4 بخشی خودم رو تو ذهن شما کامل بکنم، تعریف بازاریابی ما میشه یک سیستم هدفمند که به شکل آهسته و پیوسته بر مبنای سود و فایده دو طرفه با مشتریان که به خوبی اونا رو هم شناخته ارتباطات عمیق و پایداری رو میسازه. من تعریفاشو براتون گذاشتم که میتونید با خودتون مرور بکنید. ببین بحثای مبانی بحثی نیست که لازم باشه شما حفظش بکنید، ولی به محضی که درکش میکنید تو اقدامات بازاریابی به شما کمک میکنه که اون اقدام خیلی حرفه‌ای تر و اصولی تر بره جلو. حالا بازاریابی رو شناختیم. بازاریابی دیجیتال چیه؟ ببین من تعریف کاملش اینجا گذاشتم، یه دونم براتون از روش میخونم. اما همه آنچه در تعاریف بازاریابی، در مبانی بازاریابی، در روش‌های بازاریابی وجود داره، وقتی که میاد و از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه میشه بازاریابی دیجیتال. اینو از این حیث به شما میگم که اگر تشنه و علاقه‌مند به یادگیری بازاریابی دیجیتال هستین، هی برید و راجع به بازاریابی مطالعه کنید. هر چی تو بازاریابی عمیق‌تر بشین، اون ابزارها یادگیریش خیلی پیچیده نیست. اینی که مثلا یاد بگیرید با گوگل آنالیتیک کار کنید، یاد بگیرید با سیستم‌های اد نتورک کار بکنید و الی آخر، خیلی پیچیده نیست. یک دو تا مقاله بخونی میاد دستت، یاد میگیری و درگیرش میشی. ولی وقتی که علم بازاریابی داشته باشی، روش‌های جذب مشتری رو بشناسی، حالا میتونی به اون روش‌ها رو بیاری تو سیستم دیجیتال خودت پیاده سازی بکنی. که تعریفی که اینجا براتون نوشتم هم دقیقاً همینو به شما میگم. میگه بازاریابی دیجیتال شامل همه ابزارها و فعالیت‌هایی است که برای بازاریابی محصولات و خدمات مورد استفاده قرار میگیره، به شرطی که این فعالیت‌ها در بستر دیجیتال که حالا اینجا وب، اینترنت، موبایل، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی یا غیره انجام بشه. خب من از این تعاریف گذر میکنم چون میخوام خیلی تو مقدمه نمونیم، بریم سراغ اون بحث‌های جذاب عملیاتیمون. نکته آخر تو بحث تعریف ما تفاوت بازاریابی دیجیتال و اون سبک و سیاق بازاریابی سنتی. ببینید بذارید دو تا مثال بزنم که تفاوت این دو تا رو متوجه بشیم. یک مثال بارز از بازاریابی سنتی تبلیغات محیطیه، مثل بیلبورد، مثل تبلیغاتی که توی مترو می‌بینید، تبلیغاتی توی کف خیابون می‌بینید. یه وقتایی مثلا دیدید یه شخصی لباس خرگوش پوشیده وایساده جلوی در رستوران، خود اون میشه یک تبلیغاتی که تو فضای سنتی اتفاق میفته. فضای سنتی خب حالا تو زمان خودش خیلی خوب بود، هنوزم که هنوزه. وقتی کسب و کارا میخوان تبلیغات 360 درجه انجام بدن، بخشی از بودجه مارکتینگیشون صرف همین تبلیغات محیطی یا همون روش‌های بازاریابی سنتی میشه. اما بازاریابی دیجیتال با قدرتی که به ما و کسب و کارمون میده، که حالا من برخی از مصادیقش رو اینجا نوشتم، خیلی برای ما به صرفه تر خواهد بود. در همین خاطر بودجه بیشتر خیلی وقتا میاد اینجا. البته این از من داشته باشین، کسب و کار تا کسب و کار متفاوته. اون کسب و کاری که مثلا یه مغازه عطر فروشی داره، نمیدونم 7 حوض تهران مثلا، همچنان اگر یه سری اشانتیون آماده کنه وایسه در مغازه بده، چون اونجا تردد زیاده، براش بازه یه بالایی داره. یعنی این روش‌ها حذف نمیشن. روش‌های دیجیتال کمک میکنن که همون کسب و کار سنتی هم بتونه فروش بیشتری تو فضای آنلاین داشته باشه. خب نکته اول هزینه کمترشه. ببینید شما اگه بخواید یه بیلبورد سر همت بگیرین، کم کم 900 تا 1 میلیارد و 500 باید پول بدین برای یه دونه بیلبورد. این عددی که میگم بازی که میگم به خاطر اینکه خیلی حالا متغیره، حالا برای فصول مختلفه، حالا بر اساس تورم هم هی افزایش پیدا میکنه. یک بیلبورد 1 میلیارد و 500. حالا شاید بگین آقا تراکت که 1 میلیارد و 500 از اینش نیست. بله شما میتونید تراکت چاپ بکنی، ولی آدم کمتری رو میتونه اون تراکت رو به دستش برسونی و برای آدم کمتری تراکت جذابیت داره. اما توی بازاریابی دیجیتال شما با 300 تا تک تومانی میتونی ترافیک بیاری، یه دونه ترافیکا بیاری رو وبسایت خودت با 300 تومن. حالا به ازای بودجه‌ای که میذاری میتونی ترافیک افزایش بدی. پس نکته دوم اینه که خیلی تبلیغات دیجیتال مقیاس پذیرن. فقط هم نگم تبلیغات، کلا بازاریابی دیجیتال. شما توی اینستاگرام رفتی یه پیجی زدی، میری یه تبلیغات 2 میلیون تومانی میکنی، 500 تا فالوور میگیری، 1000 تا فالوور میگیری. حالا این باز به هر کس با کاری متفاوت میشه. به راحتی 500 نفر رو درگیر برند خودت کردی، به راحتی 500 نفر رو درگیر برند خودت کردی و اینجا تو میتونی هرچی بودجه رو بیشتر کنی، این 500 تا رو بکنی 5000 تا، 50000 تا و خیلی سریع بتونی اسکیل اپ بکنی.
موضوع بعد اینه که تبلیغات دیجیتال خیلی هدفمندن. بازاریابی دیجیتال به شما قدرت میده که بتونید برای یک سگمنت، برای یک گروه مشخصی تبلیغتون رو نشون بدید. شما اگه تو مترو بیلبورد بری، توی مترو بری یه تبلیغ محیطی بذاری، همه آدمایی که تو مترو ان میبینن، از یه بچه دبستانی گرفته تا یه پیرزنی که برای خریدش از مترو استفاده میکنه. و ممکنه اصلا همه این گروه ها مشتری هدف تو نباشن. پس چه اتفاقی میفته؟ ما اصطلاحاً تو بازاریابی میگیم برن ریتت بالا میره، یعنی نرخ سوخت هزینت میره بالا. اما توی بازاریابی دیجیتال شما یه سگمنت میکنی که من میخوام روی صفحاتی از وب دیده بشه تبلیغاتم که این کلید واژه ها توشه. من توی پیج اینستاگرامی خودم دارم روی محتوایی کار میکنم که با این هشتگ ها مخاطب هایی را جذب میکنم که محصول یا خدمت من یا آموزش من براشون جذاب باشه. نکته بسیار مهم بعدی که حتی خیلی از دوستان ما که امروز کارشون بازاریابی دیجیتال غافل میشن از این قدرتی که بازاریابی دیجیتال بهشون میده، بحث تحقیقات بازاریابیه. شما تو بحث تحقیقات بازاریابی خیلی ساده میتونید یک فرمی رو طراحی بکنید، برای گروهی از مشتری‌ها ارسال بکنید و نظر اونها راجع به محصول یا خدمتت بدونی، حتی نظر اونها راجع به اون تبلیغی که دیدن رو بدونی. شما اگه بیلبورد داشته باشی نمیتونی بفهمی در رو چند نفر دیدنش، نمیتونی بفهمی که از اینایی که دیدنش چند نفر درگیر شدن، از اینا چند نفر رفتن سرچ کردن. بله، اگر شما یک بودجه سنگین بذاری و توی مثلا یک شهر بزرگی مثل تهران یک تبلیغات وسیع رو انجام بدید، نرخ سرچ شما هم تو گوگل میره بالا. ولی خب نمیتونی قیاس بکنی، این نسبت رو ایجاد بکنی. و نکته بسیار مهم بعدی بحث سنجش اثر بخشی فرآیند بازاریابیتونه. تو مثال قبلی گفتم توی بیلبورد نمیتونی بفهمی چند نفر دیدنش. یه تخمینی دارید، میگه آقا به طور متوسط این تعداد ماشین تو آزادراه همت تردد میکنن، پس ما انتظار داریم که در روز این تعداد آدم ببیننش. ولی این تعداد آدم محدود نمیشن به لزوما پسرها، دخترها، زنها، مردها، بچه‌ها، چوچه گروه سنی، اینش اصلا مشخص نیست. ابزارهایی که بازاریابی دیجیتال امروز در اختیار شما میذاره به شما کمک میکنه که شما بتونید تمامی اقدامات بازاریابیتون رو اندازه‌گیری بکنید، از کیفیت محتوا گرفته، از مسیر حرکت کاربر در صفحات وبسایتتون گرفته تا اینی که فلان کانال بازاریابی چقدر برای شما تونسته بازگشت سرمایه داشته باشه، فلان کانال چقدر. بحث مقدمه رو همینجا تموم میکنیم. امیدوارم که این مفاهیم رو یاد بگیرید. توی جلسات بعد با من همراه باشید.